بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من در وقت التحیات خواندن انگشت خود را برداشتم. امام بر من گفت که این مکروه است. من به او گفتم که در نماز جمعه سوال دادن. داملا گفت یگان باکی ندارد. به من گفت که از قفای من نماز میخوانی، به گپ من گوش کن. نباشد در قرآن یک آیت است به تو میخوانم دیوانه میشوی. من به او گفتم امر معروف کن. به ما گفت که از شما 5 تنگه فایده نباشد. نماز شام در آمده جماعت میخونه و میرود. التماس به پورگی فهمونید. یکی از مخلصان شما خودش امام یک وقته باشد، همون آیت جماعت نمیخونه در قرآن که دیوانه خود شود. که خدا در قرآن چی میگه؟ خدا در قرآن میگه وقتی روز قیامت میشود سوره نون بخواند، همون سوره قلم بخواند، انا دیوانش میکند. من یک آیت میخوانم شما دیوانه میشین. درباره انگشت سبابه در قرآن آیت نیست، مکروه است، خودش مکروه است. یک روز یک جوانم در همین جامعه یک کتاب آورده است، لابد منه، یعنی ضروری هست گفتگی. همون لابد منه در همون متنش به زبان فارسی نویسنده است که کسی اگر انگشت سبابه را بردارد در وقت التحیات مکروه است. باز در بالای همین یک اشاره مانده است، یک رقم 4. بعد شهر دارم کتاب لابد منه. وقتی شهرش نگاه کردیم میگه در صحیح روایت درست است. ما با او جوان میگم که این در حواشیش یکمش ما گفتم با کتابت ما ایمان ندارم. این نویسنده استش، حدیث در پیش ما است. دویمش که این کتابی که در حواشیش نویسنده است که در صحیح روایت برداشتنش جایز است، این چه چیکار کنیم؟ میگه اوش اعتبار نیست، همیش اعتباره. اوش کی نویسنده است؟ سوالای بی معنی، یک بگیم امتا علم های ناکافی. ما هم که علم ناکافی است، لیکن همه حدیث ها برای ما و شما کفایت کننده است. کسی که میکند کردن بگیرد ثواب میگیرد، کسی نمیکند در همین مسئله خلل پذیر نشود، گناهکار میشود. هیچ کس غم نتین، کسی میبردارد نمیبردارد اینا در شما دخلدار نشید. همین ضررش بر ضرر همون کسی پرتوین که فتوا داده است. خدا همون فتوا دهنده را خود جزای نیک میتد خود جزای بد میتد، همون ملا خودش میداند. از این خاطر شما این مسئله در نچسبین. زورتان به همون سواد نداریم، به همین چیزای علمی نرسین. اینجا حدیث ها ما بسیار نویساندم، وقت چون نیست اینجا سوالا بسیار آمدگی است. یک حدیث شما میخوانم. خود امام اعظم چی میگه؟ و اذا صح الحدیث و هو مذهبی. در کجایی که اگر حدیث صحیح بیافتین همون مذهبی من است. خود امام اعظم میگه ان ابو هریره ان الرجل كان يدعو باصبعي فقال احد احد. میگه ابو هریره میگه یک جوان نماز میخوان، در حالت نماز خواندن در وقت التحیات هر دو چلیکاشا میبرداشت، یک چلیکش از این طرف یک چلیک از این طرف. رسول اکرم از بالای سرش آمدن گفتن یک تشه بردار، یک تشه بردار. عملی هست که دیگر حدیث های پیغمبری خدا است. در این مسئله ما و شما دیگر شبهه نکنیم.